برزیل. چطوری آقا خوبی؟ عید مبعث رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم، به همه مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم. درود بر شما. نور احمد آید از آینم، کیست در غار حرای سینم. رگرگم پیغام احمد میداد، سینم بوی محمد میدهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوش اومدین. زنده باشیم. احوال چطوره؟ شکر خدا الحمدلله. عیدت مبارک باشه. قربانتون. چقدر کت و شلوار خوش رنگی پوشیدی. چقدر پیرهن چهارخونه زیبایی پوشیدی. پیرهن شما چقدر وقتی که دوربین نزدیک میشه به پیرهن انسان دچار تاری دید و دوبینی میشه. آستیک رفته بود پیش دکتر چشم پزشک، شاهین گفت آقای دکتر مدتی احساس میکنم که چشمام خیلی ضعیف شده. دکتر گفت مثلا چقدر ضعیف شده؟ گفت مثلا اون مگسی که شما روی دیوار میبینید من نمیبینم. داستان عجیبی داره شاهین. حالا تا آخر برنامه آقا جات خالی تو استودیو اون ور مرزا حسینیان نشسته، محمد نوری هست، مهران رجبی هست، محمد نوری و داشتیم محمد نوری من یاد زنده یاد استاد محمد نوری انداخت. ارزم به حضور شما که بحث فوتبال بود و بحث تیم فوتبال جوگیر که نشده تو این پرسپولیس بود و استقلال و نه پرسپولیس بود دیگه، استقلال نبود حقیقتا. استقلال نیستی درسته. به هر حال چون امیدوارم که تو بحث کردیم ظاهرا جوگیر نشده باشه، چرا که میدونی جوگیری خیلی چیز بدی. البته که شاهین سابقه جوگیری داره، یه بار رفته بود ورزشگاه آزی سابقه ایران و یکی از کشورهای دیگه و میان این هیاهوی جمعیت و موج مکزیکی که جمعیت میزدن شاهین جوگیر شد و تو این موج مکزیکی غرق شد. حالا امیدوارم که دوستانی که میرن برزیل اونجا، من شنیدم که محمد رضا حسینیان هم عازم برزیل هست. بله 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 ان شاء الله که بهشون خوش بگذره. ما که فرصت مونتنگرو هم قراره که بره. به به بورکینافاسو و واگاداگو. نه به خاطر تسلطش به زبان آنگولایی. واقعا اینجوریه. خیلی کاش میشد محمد رضا اینجا بود تا یه مقدار ازش می‌خواستم برای ما این والا حقیقتش اینه که به حال دوستان در اون استودیو فعال هستن و من حکم کسی رو دارم که آدم خودکشی کنم. به خاطر اینکه در کنار جناب علی ایستادن واقعا یک نوع خودکشی برای موجیا. به خاطر شما همینجوری رگباری میری و ما نمیتونیم به پای شما برسیم. چرا واقعا؟ پسر خوبی شما چه ویژگی داری که این شکلی میشی؟ ویژگی من علاقه من به شما مجریاست. دوستتون دارم واقعا قلبا. اگرم میام به خاطر اینکه بینندگان عزیز میدونن وقتی با شما شوخی میکنم یه فضای شادی رو ایجاد کنم که یه ابتهاجی بشه، یک انبساط خاطری بشه واسه بینندگان عزیز. انبساط خاطر یعنی چی اصلا؟ یعنی که کم کم گرمش کنیم منبسط بشه. بادکنک رو دیدی؟ آره. یه ذره باد میکنه رو بخاری میگیری بیشتر باد میشه. مواظب باش زیاد خودتو باد نکنی، چون با یه سوزن ممکنه بترکی و بادت خالی بشه. انقدر شوخی میکنه و شوخی و جدیش یکی وقتی حرف جدی هم میزنه احساس شوخی داریم. شما ترانه‌ای که اول خوندی ای عاشقان شاید قشنگ چقدر از کارهای زیبای خواننده خوب جناب آقای علیرضا عصار بود و شما کم و بیش با کارهای این خواننده خوش‌سو آشنا هستی. حسن شما صدا سازی چند تا خواننده رو بلدی؟ ببینید محدودیت نداره، یعنی هر خواننده‌ای که میاد به عرصه هنر و شروع به فعالیت میکنه، اگر من یه مقدار بشینم گوش بدم به کارهای اون خواننده به راحتی میتونم صدای اون رو تمرین میکنی؟ تمرین زیاد. بعضی از صداها بسیار سخته و به راحتی نمیشه. تو خونه اذیت نمیشن مثلا یا بس دیگه؟ من یک اتاق تمرین اختصاصی دارم. خیلی حرفه‌ای رو این قضیه داری کار میکنی؟ خب کار منه دیگه. من حرفه‌ای، شما الان حرفه‌ای رو مجریگری کار میکنین، همینجوری یلخی میای تو باری به هر جهت، بالاخره تو هم تمرین میکنی. من شنیدم دیشب تا دیر وقت نشسته بودی پای اینترنت و کتابا رو ورق میزدی تا امروز بتونی دو تا جمله درست روز عید جلوی دوربین واسه بیننده‌های توی خونه بگی واسه عزیزان شبکه 3. بله دیگه یه بار سوتی دارم دیگه جون خودم میذارم له میکنم. اصلا ریوندی کنسرت های خنده هم زیاد میذاره. آخریش کی بود؟ قبلا بود. قبلا چند وقت گذشت ازش؟ دیگه حالا بکنم الان 2 هفته میشه ازش. جات خالی بود واقعا اونجا. نه دعوت که نمیکنه اصلا، زیاد از این اهل بعض و بخشش ها نیست. تو هم تو عروسیت منو دعوت کردی، تو نیومدی و من خواستم بیام، تو گفتی دیگه نه یا جا نداریم. آره نشست رفت تنگی جا را بهانه. خیلی خوب آقا حسن ریوندی در کنار به حال داستان‌های شیرین و بامزه‌ای که داره و تعریف میکنه هنوز موتورش روشن نشده. صبر کنید هنوز موتورش رو کم خوابیدم. کجا بودی؟ دیشب یه مقدار تمرین داشتم و تا اومدم بخوابم
صبح شد و جالب همسایه ما داره بنایی میکنه، از ساعت 6:30 صبح شروع کرد این میلیاردار خرد که خوب شد که دست و پام نشکست، از تشک افتادم پایین. خیلی اوضاع مثل سرنوشت مهران رجبی میشدم. اوضاع عجیبیه، ما شانس که نداریم والا. گفتیم یه امروزی میام ایده اینجا یه برنامه شاد و مفرحی رو اجرا میکنم واسه بینندگان از شبکه 3 در کنار شاهین عزیز محمد رضا حسینیان به عنوان توپل‌ترین مجری ایران. واقعا یه لحظات شادی رو تجربه میکنیم. اینجوری ما رو خواب بیدار، شانس نداریم. به قولی که از دوستان